ساعت کم مونده 8:30 به وقت نیویورک بشه. همون تایمی که بهتون گفتم واسه ما خیلی مهمه. 7 تا 7:30، 8 تا 8:30 و 9 تا 9:30. قرار ساعت 8:30 یک خبر به عنوان یک محرک نسبتا قوی وارد بازار بشه. ما گپ هایی که در 4 یا 5 روز قبل تشکیل شده بودن رو روی چارت مشخص کردیم. اینجا یک گپ بازگشایی روزانه داریم که مال دیروزش بوده، اینجا مال پریروزش بوده و اینجا مال 2 روز پیش. و از گپ های دیگه گپ بازگشایی هفته رو داریم که این بالاست. گپ بازگشایی هفته قدرتش از گپ های بازگشایی روزانه بیشتره. گفتیم این گپ ها مثل چی عمل میکنن؟ مثل مگنت. ما 3 تا مگنت این بالا داریم، یه دونه مگنت این پایین داریم که قیمت تازه ازش عبور کرده. شما جای قیمت بودین به کدوم طرف کشیده میشدین؟ خب مسلما به سمت بالا. به محض اینکه اون محرک وارد بازار میشه قیمت به سمت بالا کشیده میشه. سلام دوستان، من رامین هستم. اینجا چنل فورکس ترینینگ. به قسمت 4 از پرایس اکشن آی سی تی خوش اومدین. تمامی اطلاعات این ویدیو از چنل آقای مایکل هادستون به آدرس اینر سایکل تریدر برداشته شده و اگه میخواین اطلاعات بیشتری در مورد این ویدیو به دست بیارین به کانال ایشون مراجعه کنید و منتورشیپ 2024 رو کامل ببینید. خب دوستای عزیزم، همونطور که گفتم ساعت 8:30 شده، یک محرک وارد مارکت شده و همچنین اثری رو از خودش به جا گذاشته. ولی بیایم فرض کنیم که ما خبر رو نداشتیم، یعنی هیچ محرکی قرار نبود وارد بازار بشه. آیا باز همچین اسپایکی رو مارکت میزد؟ خب ما حرکت رنج رو داریم. بعد از حرکت رنج چه حرکتی واسه ما میاد؟ اسپایک میاد. اینا رو تو این منتورشیپ هنوز توضیح نداده، ولی در طول دوره چیزهای زیادی در مورد این حرکات میشنویم. مهمتر از اون حرکات، چیزی که الان باید بهش توجه کنیم، گپ هایی هست که توی این چارت مشخص شدن. ما یه دونه گپ بازگشایی روزانه این پایین داریم و 3 تا گپ این بالا داریم که مهمترینش گپ بازگشایی هفته است که قدرتش از بقیه گپ ها بیشتره. به محض اینکه خبر اومده و این محرک وارد بازار شده همچین واکنشی رو از خودش نشون داده. اول از همه بگم موقعی که خبرهای مهم مثل FOMC، CPI، NFP، PPI وارد بازار میشن ما اصلا معامله نمی کنیم. حتی یک روز قبل از اونها هم وارد معامله نمیشیم و این خبری که الان میبینید همچین چیزی رو برای ما رخ داده توی مارکت تنها تأثیرش این بوده که نذاشته ما وارد معامله بشیم، مگر نه بازار خودش همچین واکنشی رو بهش نشون میداد. ما بالای این قیمت ببینید که چند تا مگنت داریم که دوست دارن قیمت به طرف اونا کشیده بشه. نکته بعد این که مارکت نقدینگی های سمت خرید رو برداشته، ریزش کرده، نقدینگی های سمت فروش رو هم برداشته و وارد این FVG شده. موقعی که وارد این FVG شده فقط تونسته به 1/4 بالایی این FVG واکنش نشون بده، یعنی قدرت خرید خیلی بیشتر از قدرت فروش بوده. من این رو قبلا هم گفتم، وقتی الگوریتم همچین چیزی رو به ما نشون میده یعنی اینکه میخواد حرکت صعودی پرقدرتی رو در پیش بگیره. اگر ما هیچ خبری موقع ساعت 8:30 نداشتیم و خبری منتشر نمیشد، ما انتظارمون از مارکت این بود که بیاد این پایین یک FVG تشکیل بده، دوباره بیاد برگرده به این FVG برخورد کنه یا بیاد به این اوردر بلاکی که اینجاست برخورد کنه و ما اینجا وارد معامله بشیم، استاپمون رو بذاریم زیر این لوها و منتظر باشیم که مارکت اون حرکت صعودی شارپش رو بزنه. ببینید بچه‌ها، یه بار دیگه بهتون میگم مارکت تمام اون چیزی که باید میداد رو به ما داده. نقدینگی سمت خرید رو برداشته اومده پایین، سمت فروش رو برداشته به 1/4 بالایی این گپ برخورد کرده. قدرت گپ هایی که بالای قیمت بودن خیلی بیشتر از گپی بوده که پایین قیمت بوده. پس ما همه چیز رو داشتیم، یعنی مارکت داشت با ما صحبت میکرد. اگه ما این المان هایی که آقای مایکل هادستون رو به ما یاد میداد رو تمرین کنیم توی بازار، واقعا میتونیم بچه سود خیلی خوبی کسب کنیم. ما میتونیم واقعا حرکات خیلی زیبایی رو توی مارکت مشاهده کنیم. اینا همش با تمرینه و اینا گفته های خودشه. بعد از این که شما تمام این المان ها رو روی مارکت
مشخص میکنی، تمام این ابزار ICT رو به کار میبری، میبینی که واقعا داره به شما معاملات خیلی زیبایی رو پیشنهاد میده. مارکت در ادامه که میخواد بره بالا از گپ روزانه رد میشه. ما انتظاری که از مارکت داریم اینه که بیاد به این FVG برخورد کنه. چرا این FVG واسه ما مهمه؟ ما گفتیم بهتون قبلا بچه، این ما از فیبوناچی فقط به عنوان ابزار اندازه‌گیری استفاده می‌کنیم. این موجی که اینجا داریم رو از ابتدا تا انتهاش رو اندازه می‌گیریم و آستانه وسط این موج تقریبا میفته این ناحیه. همونطور که می‌بینید فیبو 50 افتاده این ناحیه. این موج رو که به دو قسمت تقسیم می‌کنیم، پایینش میشه دیسکانت، بالایش میشه پریمیوم. دیسکانت منطقه‌ای که ارزان فروشی هست و پریمیوم منطقه گران فروشی است. اینا رو قبلا 2 سال پیش من براتون یه ویدیو در مورد ضبط کردم و گذاشتم توی کانال. نکته مهم دیگه واسه من که در مورد این FVG هست اینه که این FVG درست روی این بریکر تشکیل شده. این بریکر مشکی من رو میبینید. حالا شاید بپرسید بریکر چیه؟ من تو جلسات قبلی توضیح دادم. بریکر بچه آخرین کندل نزولی قبل از این حرکت صعودی هست که برای برداشته شدن نقدینگی‌های سمت خرید انجام شده. پس ما قبلا هم گفتیم آخرین کندل نزولی قبل از حرکت صعودی یا آخرین کندل صعودی قبل از حرکت نزولی واسه ما بریکر شناخته میشن. همونطور که میبینید این کندل مشکی از ابتدا تا انتها به عنوان بریکر در نظر گرفته میشه و اگه شما این کندل مشکی رو ادامه بدی درست میرسی به این FVG که اینجا هست. پس این FVG واسه من خیلی توی بازار مهمه و احتمالش خیلی زیاده که بازار نسبت به این FVG حساسیت بالایی از خودش نشون بده. لول بعدی من بعد از این FVG این منطقه زرد رنگ هست. این FVG که میبینید اینجا رو بچه‌ها به صورت نارنجی مشخص شده واسه ما چه FVG هست. من قبلا توی ویدیوهای قبلی توضیح دادم توی جلسات قبلی. این به عنوان FVG معکوس در نظر گرفته میشه. چرا؟ چون زمانی این FVG تشکیل شده که مارکت داشته میرفته به داخل این گپ و همچنین برداشتن این نقدینگی ها. موقعی که مارکت برمیگرده و به داخل این FVG وارد میشه مثل این شادو یا این شادوی بالایی، خیلی هم میان وارد معامله خرید میشن چون میگن مارکت برگشته به داخل FVG واکنش نشون میده، پس من وارد معامله خرید میشم. این اشتباه بچه‌ها. این FVG در جهت برداشته شدن نقدینگی ها تشکیل شده. پس این FVG واسه من FVG معکوسه و شما نباید وارد معامله خرید بشی روی این FVG. پس من این FVG رو ادامه میدم و انتظار من از مارکت اینه که بیاد به این FVG واکنش نشون بده. تمام چیزها رو روی این چارت براتون توضیح بدم. بریم برای ادامه واکنش قیمت. اینجا توی تایم فریم 15 ثانیه هستیم. اول اینکه بگم شاید زیاد نیاز نباشه ماهایی که تازه وارد هستیم توی پرایس اکشن ICT بیایم با تایم فریم 15 ثانیه معامله کنیم، ولی باید کم کم در مورد این تایم فریم هم صحبت کنیم چون آقای مایکل بیشتر نقطه ورودهاشو روی تایم فریم 15 ثانیه انجام میده، ولی توی این ویدیو روی تایم فریم 1 ثانیه هم اومد توضیحاتی داد و گفت اگه کوچکتر از تایم فریم 1 ثانیه شما بازم واسه من تایم فریم بیاری، من میتونم با اون هم تحلیل انجام بدم و نقطه ورودهای دقیق تری پیدا کنم و همچنین گفتن که اینکه گفت تایم فریم 15 ثانیه باعث میشه ما اطلاعات بیشتری در مورد چارت داشته باشیم. همونطور که میبینید بچه مارکت رفته بالا، برگشته، شادوی مارکت به این ناحیه برخورد کرده. این ناحیه چیه بچه؟ این ناحیه اوورلپ مارکته، چون مارکت 2 تا بدنه کنار همدیگه روی این ناحیه تشکیل داده. مارکت برگشته به این ناحیه برخورد کرده، بعد از برخورد به اوورلپ رفته بالا و دوباره برگشته به 1/4 این FVG که اینجا داریم برخورد کرده و دوباره رفته بالا، به سقف این گپ روزانه واکنش نشون داده، برگشته داخل گپ و به این اوردر بلاکی که اینجا هست برخورد کرده و در ادامه رفته بالا درست به وسط اون FVG. حالا یه خورده بیشتر برخورد کرده، همون FVG که گفتم با بریکر نزولی ما توی یک ناحیه تشکیل شده.
به اون افیجی داخل بریکر برخورد کرد و ریزش رو برای ما اعمال کرد. اینجا خیلی مهمه دوستان، چون به ما نشون میده که چطوری ما توی این نواحی نقطه ورود پیدا کنیم و وارد معامله فروش میشیم. موقعی که به این افیجی برخورد کرد، ما قدرت این افیجی رو میدونستیم، چون هم بریکر بود و هم افیجی بود. موقعی که برخورد کرد ریزش کرد، بار دوم که برخورد کرد ریزش کرد، این کف نزولی رو واسه ما زد. موقعی که این کف رو زد و اومد پایین، یعنی چی دوستان؟ یعنی تغییر ساختار رو برای ما اعمال کرد. بعد از تغییر ساختار ما میتونیم در صورت برگشت میتونیم نقطه ورود پیدا کنیم واسه معامله فروش. حالا شاید سوال باشه که چرا موقعی که اینجا ریزش کرد و زد زیر این لو تغییر ساختار ایجاد نکرد؟ چون اینجا به افیجی برخورد نکرده بود، ولی اینجا به افیجی برخورد کرد و بعدش همچین ریزشی رو به ما داد که واسه ما تغییر ساختار میشه. بعد دوباره برگشت بالا. من اینجا یک افیجی دارم، درست ببینید بدنهای کندل داخل افیجی متوقف شدن، شادوها رفتن بالا. موقعی که داخل افیجی هست اینجا میتونیم وارد معامله فروش بشیم، ولی شادوها تا کجا اومدن بچه‌ها؟ تا این خلأ نقدینی. حالا زومتر کنیم ببینیم چطوری آقای مایکل واسه ما نقطه ورود رو مشخص میکنه. ببین بچه‌ها، این همون ناحیه هست، همون ریزشه، همون افیجی که مشخص کردم بهش برخورد کرده. ببینید بچه‌ها، درست به این افیجی برخورد رو انجام داده، رفته بالا تا کجا؟ تا این گپی که ما داشتیم اینجا. بیشتر از اون نتونسته نفوذ کنه و بدنهاش داخل همون افیجی موندن. یک بار برخورد کرده، بار دوم و بار سوم که خواسته برخورد کنه نتونسته به وسط اون افیجی برسه. یعنی چی بچه‌ها؟ این یعنی دقت در معامله گری، یعنی همین ها. علامت خیلی مهم واسه ریزش. توی کندل بعدی ببینیم چه اتفاقی میفته. تو کندل بعدی که واسه ما یه همچین افیجی میسازه، این یعنی چه بچه‌ها؟ یعنی ما اینجا میتونیم وارد معامله فروش بشیم. مارکت بر میگرده به این افیجی که وارد این افیجی میشه، ما اینجا وارد معامله فروش میشیم. استاپمون هم میتونیم بذاریم این بالا. حالا ما اینجا وارد معامله فروش شدیم روی این ناحیه و استاپمون هم گذاشتیم یا بالای این افیجی یا زیر این افیجی. مارکت ریزش رو انجام میده. من موقعی که به وسط اون گپ روزانه سه‌شنبه برخورد میکنه، معامله رو میتونیم ببندیم. اگه هم نبندیم میتونیم قسمتی از سود رو اینجا ببندیم، سودمون رو خارج کنیم. اگه برگشت هم استاپمون رو میذاریم روی نقطه ورودمون. اگه برگشت و معاملمون رو زد هیچ اشکالی نداره، شما سودتون رو روی گپ بازگشایی روزانه روز سه‌شنبه دریافت کرد. در ادامه بچه‌ها مارکت ریزش رو انجام میده و درست ببینید بچه‌ها برخورد میکنه با دقت تیک به آستانه وسط گپ بازگشایی روزانه. بعد از اینجا صعود رو در پیش میگیره. بعد در تایم فریم 15 دقیقه میبینید که اومده دوباره برخورد کرده به همون نقطه خیلی مهمی که من گفتم واسه ما نقطه مرجع هست، افیجی معکوسی که در جهت برداشته شدن نقدینگی ها تشکیل شده بود. و همچنین این بریکری که اینجا داریم، این بریکر و این افیجی به عنوان نقطه مرجع هستن و مارکت تمایل زیادی داره که برگرده به اون نواحی و در ادامه برگشته به این نواحی برخورد کرده. کل این تفسیر قیمت رو مایکل توی 2 ساعت و نیم انجام داد. قسمت 4 پرایس اکشن ICT از منتورشیپ 2024. دوست دارین اطلاعات بیشتری در مورد به دست بیارین، حتما به چنل ایشون به آدرس دینر سایکل تریدر مراجعه کنید و همچنین اگه این ویدیو براتون مفید بود لایکش کنید و کامنت انگلیسی بذارید. دوستتون دارم، مواظب خودتون باشید.